بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب مسئله عزیز، امید که خوب صحتمند باشین. درس امروز آغاز میکنیم و درس امروز ما تمرین می باشه از اصلاح قیمت. خب دیروز مورد اصلاح قیمت خواندیم و به شکل کامل تمام قدم های استراتژیش نیز آموزش دیدین. امروز تمرین انجام میتیم ای که شما چطور بتانین در روی چارتتان اصلاح قیمت را دریافت بکنین و بتانین که در کل تریداش بگیرین. خب در کل از هفته دوم ماه جون تمرین انجام میتیم به این طرف. بریم فریم 15 دقیقی. خب از این به بعد اینجا روز دوشنبه آغاز میشه و هفته جدید آغاز میشه. از این به بعد اصلاح قیمت را کار میکنیم. خب در ابتدای کار در روز دوشنبه دیده میتونیم که مارکت یک حرکت نسبتا سریع داره و طرف بالا. درست است. که حرکت سریع باعث ازی شده که مارکت لیکویدیتی وید بگذاره. قسمت یک لیکویدیتی وید داریم. این کندل نامشخص است نسبتا، شاید یک کندل نزولی باشه، در بعض بروکر شاید سودی باشه، ولی یک قسمت را در نظر میگیریم. یک لیکویدیتی وید کوچک داریم. درست است. حرکت خوب است، حرکت سودی در شروع روز. و مارکت چیکار کرده؟ یک لیکویدیتی وید گذاشته. این لیکویدیتی وید نشانی میکنین که خالی های نقدینگی شما میشه و در وسط از این دو دانه فیر ولی گپ است. حالا در ابتدا فیبوناچی را استفاده میکنیم از پایینترین قیمتی رنج که اینجا میباشه سوینگ روز قبل است تا بالاترین قیمت. دیده میتونیم که فب 70 اینجاست، فب 62، فب 79 و دی وسط فیر ولی گپی که داریم را نشانی میکنیم. دی وسط فقط این فیر ولی گپ را داریم که در وسط لیکویدیتی وید هم میشه. این نشانی میکنیم. خب حالا دیده میتونیم که مارکت آمده توسط این کندل نزولی این خالیگاه رو پر ساخته و به طرف بالا حرکت آغاز کرده. قبل از اینکه حرکت آغاز بکنه در کندل بعدی بعد از پر شدن خالیگاه انتری میگیریم. در این کندل مارکت تمام خالیگاهی که بین فبش از زود 79 بوده را که این اینجا است بین لیکویدی وید را تکمیل ساخته. دیگه خالیگاه نداریم و در این قسمت کندل بسته شده. پس کندل بعدی انتری میگیریم. استاپ لاس پایین سوینگ لو و هدف ما سقف پیشوی ما باشه که اینجاست که ریوارد یک چرچل دو میته. ریوارد خیلی کم است. درست است تو این قسمت، ولی به خاطر تمرین ترید را میگیریم. ولی در حقیقت وقتی شما میخواین ترید بکنین و یه هدف را میبینین، درست است، این ترید را باز نمیکنین بخاطر ریوارد خیلی کوتاهی بر شما میته. ریوارد خیلی کم میته و منتظر فرصت های بهتر و قوی تر از این بوده میتونیم در حقیقت وقتی که ترید میکنیم. ولی در اینجا بخاطر تمرین این ترید را میگیریم. ریواردش به شکل مارکت در کندل و طرف بالا میره، ترید را تیپی میته. درست است. حالا میریم به حرکت بعدی. حالا یک حرکت سریع جدید را میبینیم که صورت گرفته در قسمت. خیلی قوی است این حرکت. درست است. و دیده میتونیم که لیکویدی وید به شکل واضح در حال ایجاد شدن است و حالا ایجاد شد لیکویدی وید. درست است. پس حالا یک لیکویدی وید مشخص داریم. ببینیم چه زمان مارکت شروع و برگشت میکنه. یک قسمت نسبتا برگشت داریم. هنوز مارکت برگشت تکمیل نساخته. پس اگر فرض مثال مارکت بخواد برگشت بکنه، ما میخوایم مارکت را ببینیم که تا به 62 تا 79 برگشت بکنه. لیکویدی وید داریم، فیر ولی گپ داریم، به شکل واضح معلوم میشه اینجا است لیکویدی وید، یعنی خالیگاه نقدینگی. و این قسمت از فیر ولی گپ درست است در وسط این لیکویدیتی وید. اینجا فیر ولی گپ داریم که بین فبش از 2 تا 79 بالا و پایینش فیر ولی گپ اگه داشته باشیم مهم نیست و اینجا است فیر ولی گپ ما. و میبینیم که مارکت حرکتش تا فعلا به این سمت انجام نداده. درست است. یعنی اگر مارکت برگشت کنه در این قسمت دنبالش بوده میتونستیم، ولی حرکت سعودی آغاز شد اینجا دوباره و مارکت حرکتش به طرف بالا ادامه داد. درست است. خب حالا دیده میتونیم که یک برگشت بزرگ داریم به طرف پایین. فرض مثال شما دنبال از اینجا بودین، حالا دوباره فیبوناچی را از سر مندازین. درست است. و این بار میبینین که مارکت به کجا برگشت کرده. این بار نمیتونیم فیر ولی گپی که داریم به شکل این قسمت پایینش پایین لیکویدیتی وید ما میشه. درست است. و این قسمت رو در نظر نمیگیریم، فقط این قسمت فیر ولی گپ برشون مهم میشه بین فبش از 2 تا 79. قسمت پایینش ما کی روشن است بین فبش از 2 تا 79. درست است. این جایی است که دنبالش میباشین. قسمت پایین فیر ولی گپ که داره را در نظر نمیگیرین. این قدر خالیگاه باید تکمیل شود که این قدر خالیگاه تکمیل هم شده. درست است. در سشن جدید هستیم، سشن نیویورک. یک کندال تکمیل شده. اینتری اینجا استاپ لاس پایین لو که لوی میره اینجا است که مارکت از گسترش داده و هدف ما به طرف بالا می باشه. درست است.
که ریوارد یک در سیر مارکت در کجا میته نزدیکی قسمت است، درست است، و تا می صفحه مارکت بتر ریوارد 2.8 است. حالا میریم میبینیم که مارکت چی کار میکنه. این بار مارکت به طرف پایین آمد، این ترید ما را استاپ کرد و بعد حرکت به طرف بالا آغاز کرده، درست است. و یک حرکت سعودی جدید داریم، حرکت سعودی سریعی است که مارکت به طرف بالا به جا گذاشته توسط اینجا و لیکویدی وید واضح به چشمتان میخوره. و اینجا مارکت در شروع روز بعدی برگشت داره، درست است. پس از پایین ترین قیمت که اینجا است تا بالاترین قیمت که تا فعلا ایجاد شده، دیدم میتونیم مارکت یک فیر ولی گپ یک لیکویدی وید داره، اینجاست لیکویدی وید. یه حرکت سریع را وقتی که میبینیم در آینده منتظرش بودم میتونیم وقتی که اولین چیز لیکویدی وید است که چشم میخوره. بعد از فیر ولی گپ که دی وسط است اینجا میباشه، اینجا فیر ولی گپ داریم. مارکت تقریبا فیر ولی گپ را تکمیل ساخته ولی کاملا پر نشده، پس از خاطر این ترینه میگیریم و میبینیم که در ادامه مارکت میاد به طرف پایین و دوباره سل میشه، درست است. پس از اون خاطر منتظر باید باشین که کاملا فیر ولی گپ پر شود. در غیر صورت که پر نشه این رقم مارکت میتونه که اه، این تریتان بعض اوقات اگر به عجله بگیرین با وجود که هنوز شرط کامل در ترید تکمیل نشده، مارکت دوباره میتونه به این طرف به این شکل به طرفش بیاد. حالا یک حرکت نزولی داریم، حرکت نزولی ما شامل یک لیکویدی وید نزولی میشه، اینجا مونده شده، درست است. و حالا فیبوناچی را استفاده میکنیم از بالاترین قیمت که اینجا سقف تا پایینترین قیمت که اینجا است لو. میبینیم که مارکت در کجا خالیگاهی داره که قرار است پر شوه. اینجا بین فیبوناچی از 2.79 یک موقعیت مناسب مارکت داره، یک فیر ولی گپ داره و اینجا شروع به برگشت کرده. ببینیم به طرفش میاد یا خیر. نزدیک شده، منتظر باید باشیم و نه تکمیلش نساخت، درست است، و دوباره سل شد به طرف پایین، درست است. حالا میبینیم که بعضی چیکار صورت میگیره، حرکت خیلی قوی است و این حرکت ادامه پیدا میکنه تا این قسمت را. حرکت خیلی سریع داریم و لیکویدی وید بزرگ داریم که میبینیم ایجاد شده، درست است. حالا میبینیم مارکت شروع به برگشت میکنه به طرفش. پس از بالاترین قیمت تا پایینترین قیمت که مارکت اینجا داره، یک فیر ولی گپ داره بین فبش از 2.79 اینجاست، درست است. و به شکل مهم اگه بگوییم این قسمت از فیر ولی گپ بر ما مهم است. یک قسمت پایینش بر ما مهم نیست، فقط بین فبش 79 تا 62 هر چقدر قسمتش که باشه همونجا در نظر فقط میگیریم. حالا مارکت میایه، درست است. توسط کندل خالیگار پر میسازه، کندل بعدی شما سل میگیرین، استاپ لاس بالای سوینگ های و هدف دینجا باشه. در قسمت ریوارد 1.96 متر ریوارد مناسب نیست بخاطر ترید، ولی بخاطر مثال ترید های شکلش میگیریم. منتظر میباشیم مارکت چی میکنه. خب آیستا آیستا مارکت به طرف پایین روان است، منتظر میباشیم که موقعیت بعدی ایجاد میشه. خیر، دیدم میتونین فرق ساعت روز رو دیدم میتونین وقتی که مارکت در ساعت فعال روز قرار داره حرکت قوی داره و بعض وقتی که در آخر روز نزدیک میشیم کندلا خیلی کوچک ضعیف میشه که در آینده ارزش از زیر باز میفهمین. اینجا میبینیم که در آخر روز نزدیک شدیم و مارکت خیلی سلو شد، کندلای قبلی خیلی بزرگتر است نسبت به این کندلا. روز بعدی شروع میشه، ترید ادامه پیدا میکنه. خب تا فعلا یک لیکویدی وید دیگه اینجا جور شده که مارکت ببینیم بعد ظرف هدف ما میاد بالاخره یا خیر. خسته کن شد بیا دیگه. خب حالا تا این قسمت رو مارکت حرکت نزولی داره، اگر به طرف بالا بیاریم ببینیم چند ریوارد است. تا ریوارد 1.7 آمده. حالا ترید سیف سود میکنن، یعنی چی؟ یعنی استاپ لاس دیگه از اونجا به طرف پایین میارین و منتظر میشین مارکت بعدی چیکار میکنه، درست وقتی که امکان از است که حرکت سودی آغاز بکنه نزدیک هدفتان شده، درست است. میتونین که تریدتان سیف وانین، اگر به تیپی رفت رفت، اگر نرفت نرفت، فرق نمیکنه. حالا میبینیم که یک حرکت سودی دیگه اینجا داریم. یه حرکت سودی را لیکویدی وجه در ابتدا نشونی میکنیم که اینجاست. بعد از او فیبوناچی مندازه میبینیم که در کجا مارکت حالا یا قیمت مناسب داره، در کجا مارکت چانس مناسب باختر فروشنده ها نداده. اینجاست چانس مناسب باختر فروشنده ها در مارکت در اینجا داده نشده، پس اینجا احتمال از است که مارکت بیاید و چانس فروش ارائه بکنه. پس اینجا فیر ولی گپ میشه و مارکت حرکت سودیش ادامه میده بدون از اینکه برگشت به یک قسمت داشته باشه. اینجا یک حرکت سریع دیگه داریم با ایجاد لیکویدی وید جدید و همچنان با فیر ولی گپ جدید، درست است. پس یک قسمت لیکویدی وید است، ایران نشونی میکنیم و در این وسط ببینید چی استفاده میکنیم. ببینید مارکت خالیگاهی که باید تکمیل بکنه کجاست.
دیده میتونیم که اینی قسمت خالیگاه بر ما مهم است. در کل فیر ولیو گپی که داریم اینجاست، چانس مناسب وقت فروش دی قسمت دادن اجده. ولی جایی که دقیقاً باید مارکت چانس فروش بده اینجاست. مثلا دی قسمت تکمیل میشه. بعض اوقات مارکت میتونه بدون از اینکه به فش از 279 بیایه خرید شه، مثل که دفعه قبل دیدیم. دو حالت هدف مارکت اصلاح قیمت نمی باشه. درست است، هدف مارکت وقت اصلاح قیمت باشه چانس فروش را کاملا به شکل نصیب میکنه برای سمت مقابل مارکت. پس اینجا مارکت آماده، خالیگار تکمیل ساخته. اگه اینتری اینجا بگیریم در کندل بعدی و استاپ لاس پایین بگذاریم به این شکل و هدف ما را نزدیکترین هایی که اینجا داریم بگذاریم، ریوارد ما 0.91 میشه. ریوارد خیلی خیلی کم است بالای از این مارکت. میبینین که دقیقاً در اینجا مقاومت داره مارکت و مارکت اینجا آمده و رد کرده. درست است. پس حالا مارکت از نقطه ورود ما خیلی دور شده. توسط یک کندل حرکت سریع صورت گرفته، از نقطه ورود ما دور شده. درست است. و این حرکت که مارکت اینجا انجام داده ما را ریوارد ما را کمتر ساخته. درست است. به دلیل ریوارد پایین یک که خیلی خیلی خراب است. درست است. ریوارد پایین دور که ما اصلا نمیگیریم، از اون خاطر ترید را نمیگیریم. حالا فعلا باختر مثال میبینیم که مارکت چیکار میکنه. ببریم ببینیم مارکت چی میکنه. مارکت به طرف بالا آمدی ترید تیپی داد. درست است. حالا ریوارد 0.91 است. فرض کنین ده $100 ریسک کردین، $90 گرفتین. درست است. شاید در روی صحنه گرفتن $90 از $100 خوب معلوم شد، ولی در حقیقت صحنه گرفتن $90 از $100 ترید مناسب نیست. یعنی معامله نیست که شما $100 تان بخاطرش ریسک بکنین. بخاطر کمتر از چیزی که ریسک کردین رو توقع دارین. درست است. به دلیل این رقم حالات که برابر میشه اینتری را نمیگیریم. در آینده باز میفهمین که راه های وجود داره که ما میشه در تایم فریم کوچک بریم و اینجا ببینیم که مارکت اینجا چی داره و بعض وقتا مثلا ما بتونیم که چی کنیم، اینتری در یک قسمت دریافت کنیم. فرض مثال بعض اوقات مارکت چیکار میکنه، به دلیل از اینکه از اینتری اونجا دور شده کانسولیشن میکنه و بعد از او که این کانسولیشن تایم فریم خورد که صورت گرفته مارکت اوردر بلاک مونده کورت تست میکنه. پس میتونیم در اونجا در اوردر بلاک شین تاشه. اینجا مارکت اوردر بلاک مونده، مارکت تستش نکرده، مستقیم رشد کرده درست به طرف بالا. ولی بعض اوقات کانسولیشن رخ میده، بعض اوقات میتونه نظر به حمایت و مقاومت اینتری پیدا کنین. درست است. بعض اوقات سلای کوچک در تایم فریم کوچکتر در اینجا صورت میگیره. درست است. پس بعض اوقات اگر مارکت از اینتری ما به شکل دور میشه، به او روش ها اینتری پیدا میکنیم که استاپ لاس ما کوچکتر و ریوارد ما مناسب تر شود بخاطر ترید. وقتی که دقیق باشیم، یعنی بالای ستاپ اولی خود که در تایم فریم بزرگ ما است اعتبار بیشتر داشته باشه، ما میتونیم که در تایم فریم خورد بریم کار بکنیم که در درس آینده بازی را یاد میگیرین. حالا بریم پیشتر ببینیم که چی داره مارکت دیگه. اگر حرکت سعودی در اینجا میگیریم، یه حرکت سعودی ادامه پیدا میکنه. خب دیده میتونیم که یک کنسولدیشن داشت مارکت ازش اکسپنشن انجام داده و قبلا اینجا یک کنسولدیشن داشتیم که مارکت از اینجا کنسولدیشن در کل اینجا یک حرکت سری رخ داده. قدم دوم اینجاست. بین قدم دوم چه ببینیم؟ خب اگه اول ببینیم یک کنسولدیشن از اوردر بلاک داره و در پولی از پایین ترین قیمت تا بالاترین قیمت ببینیم مارکت یک لیکویدی وید داره که در اینجاست. ولی فیر ولیو گپ توسط فبرش از 2.79 نداریم. درست است. فعلا فقط یک مرجع دارین که لیکویدی وید است. یعنی اینجا اگر مارکت برگشت کرده و اینتری میته و شما فقط یک مرجع دارین بین فبرش از 2.79، یعنی در ارزان ترین قیمت ها فقط یک مرجع داریم، در این حالت اعتبار تریدتان کمتر میشه. درست است. ولی فرض مثال ما اینجا اوردر بلاک داریم، ببینیم که مارکت نظر به این اوردر بلاک دی قسمت است چی رقم عکس العمل نشان میده. درست است. و احتمالا میتونیم که اینجا ترید داشته باشیم. حالا خالیگاه پر شده توسط کندل و اوردر بلاک تچ شده. اینتری را دی کندل وانیم. استاپ لاس پوینت سوینگ لو. هدف کجا؟ هدف اینی سوینگ های. ریوارد 2.57 ریوارد خوب است. حالا مارکت به طرف بالا حرکت آغاز میکنه، کانسولدیشن داره ولی خوب است، روان است. اوه دوست یک کندل خیلی قوی دراپ میشه اینجا. درست است. احتمال اغلب باید نیوز باشه. ایونت داشتیم معلوم میشد اینجا ایونت. خب به هر صورتش مارکت تقریبا به ریوارد 2.7 ما رسیده بود و ایره همیشه باید داشته باشین وقت مارکت تکنیک به خاطر سیف سود کردن. درست است. به دو شکل می باشه. یکی که ساختار سودی مارکت شروع شد و شما واضح ببینید که مارکت ساختار سودی را ایجاد کرده. درست است. فرض مثال وقت مارکت بالای از نیست سوینگ های رفته های لو ایجاد شده. درست است.
حالا ساختار سعودی ایجاد شده بالای از این تری شما مارکت وقتی که حرکت کرده ساختار سعودی را ایجاد کرده. پس شما دیگه دوباره نمیخواین که مارکت دقیقاً برگرده و به این تری شما ریتست بده. چرا؟ بخاطر که ساختار سعودی مارکت از بین میره. اگه مارکت بیاد دوباره عین تو اینجا و باز دوباره حرکت بکنه ساختار سعودی مارکت کاملا از بین میره و منظور ترید شما یا در کل قدرت ترید شما کافی نبوده یا موقعیت این تری شما کافی نبوده. پس دلیل دیگه داره که مارکت دوباره بهش پایین میاد. از او خاطر وقتی که ساختار سعودی رو میبینیم ایجاد میشه باید ترید سیف سود بکنیم. مارکت اینجا تغییر استراکچر میده، یعنی ساختار سعودی از اینجا شروع میشه صف بالاتر دو تا سوینگ های داریم که در سوینگ لو نیست. پس اینجا است هایر های و اینجا های لو ایجاد شده. وقتی های لو ایجاد میشه دی کندال که رسید ترید سیف سود میکنیم، استاپ لاس بالا این تریتون میاریم. تکنیک دوم نظر بر ریوارد است. درست است. اگر بر شما یک کار جنجالی معلوم میشه یک چیز همیشه یاد بگیرین. فرض مثال همیشه یک قانون براتون بگین وقتی مارکت از ریوارد 1.5 عبور کرد ما ترید همیشه سیف سود میکنم، اگر عبور نکرد ترید هیچ وقت سیف سود نمیکنم. ولی بهتری است که نظر به سوینگ ها و ساختار مارکت ترید سیف سود بسازین. درست است که این کار بر شما دقت بیشتر میده و همچنان بعض اوقات مارکت ریوارد مثلا مثال 1.5 در یک کندل بر شما میده که ساختار سودی هنوز شروع نشده. مارکت احتمال داره پس بیا یک های لو بسازه در جایی که این تری گرفتین. درست است یک ریتست بکنه. ولی وقتی که مارکت ساختار سودی شروع کرده دیگه نیاز نداره که در مثال برگشت بکنه. اگر برگشت بکنه ساختار نزول ایجاد میده. فرض مثال ببینین هایر های هایر لو هایر های هایر لو هایر های جور شده. برگشتی که کرد رو میبینین دیگه مارکت به طرف بخاطر از این آمد که مارکت چیکار بکنه اینجا رو تست بکنه یا غیره مستقیم رفت پایین. پس از این خاطر که اینی حالت ها امکان رخ دادن نداره نظر به ساختار همیشه سیف سود میسازیم ترید. وقتی مارکت ساختار سودی رو باز اینتری شروع کرد سیف سود باید ترید باشه. مثلا اینجا مارکت بعد از این قسمت دیگه باید سیف سود کرده باشین شما ترید تانه. وقتی مارکتی کار کرده است سیف سود باید باشه. ساختار سودی شروع شده به هدف نزدیک شده مارکت اگه برگشت بکنه چیکار میکنه؟ میتونه که ترید شما رو بریک کنه و همچنان برداشت است. درست است که شما از تریدایتون برداشت کرده میتونین. فرض مثال در آینده وقتی که در اونشین ترید مسائل این مسائل بر شما میاد شما در مسیر مارکت برداشت از تریدایتون داشته میتونین، یعنی حق برداشت دارین. مثلا وقتی مارکت بر شما ریوارد دور داده در قسمت و اینجا فرض مثال مارکت ریوارد دور بر شما داده و در یک موقعیت خوب هستین نزدیک هدفتان هستین، درست است یک قسمت از تریدتان رو برداشته میتونین. هم سیف سود اینجا که میکنین هم یک قسمتش رو برداشته میتونیم. فرض مثال یک لات وارد شدین 0.5 لات جمعی کشین 0.5 لاتش ترید باشه. درست است یک فایده تان از مارکت گرفتین حتی اگه بعض اومده ترید تان سیف سود کرده و هیچ مفادم نداده از این ترید تان که باقی مونده از چیز رک بسته کردین مفاد گرفتین. بر صورت بریم پیشتر ببینیم چی میشه. یک حرکت نزولی بود که ایجاد شد و دوباره مارکت حرکت سعودی با لیکوید وید سعودی ایجاد کرد. ببینیم به طرفش میاد یا خیر. نه به طرفش نامد. فعلا حرکتش به طرف بالا ادامه داده روان است. کانسولیدیشن داریم. کانسولیدیشن ادامه پیدا کرد روز بعدی و حالا یک دراپ گرفتیم به طرف پایین به اینجا لیکوید وید گذشته است. درست است و مارکت بعد از خیلی مدت به طرف شما در روان است. اینجا میبینیم که مارکت فقط فیر ولیو گپ ها مونده میره. اینجا لیکویدیتی وید داره پس این لیکویدیتی وید قابلیت استفاده داره فعلا. در اینجا در قسمت یک فیر ولیو گپ هم داریم. ببینیم اول که آیا موقعیت که در نظر داریم در جایی که میخوایم است. بله است. پس این فیر ولیو گپ است که در نظر میگیریم. بریم اینجا مارکت فیر ولی گپ تکمیل میسازه. کندل بعد این تری استاپ لاس پوینت سوینگ لو که استاپ موسیو افق میشه. هدف مو سوینگ های که اینجا میشه. مارکت ریوارد 1.9 متر ریوارد میشه که یک ذره بالا در نظر بگیرین با این تفاوت ریوارد دور میته که قابلیت گرفتن ترید داره. بریم ببینیم چی میکنه. کانسولدیشن ادامه پیدا کرد و این ترید استاپ اوت شد. کانسولدیشن ادامه داره و حالا مارکت حرکت سودیش شروع میکنه. ببینیم کدام طرف میره. لیکوید وید جدید کار داریم. حالا لیکوید وید جدید مارکت برموداد و به طرفش میاد. به طرف شما در روان است ولی هنوز ریتریسمنت به حد کافی نداده. اینجا به حد کافی ریتریسمنت فعلا داریم به لیکویدیتی وید. در این زمان اینجا خالیگاه های داریم که مارکت بهش رسیده ولی لیکویدیتی وید نداریم. درست است که دنبال اصلاح قیمتش باشیم که این حرکت سعی بکنیم. ولی اینجا لیکویدیتی وید داریم. اینجا رو میشه سعی بکنیم. در وسط فیر ولیو گپ داریم ولی اول ببینیم که
کجام یا کدام فیر ولی گپ برام مهم است. دو تا فیر ولی گپ داریم. یکی اینجاست، یکی بالاترش است. در این حالت کدامش انتخاب میکنیم؟ پایین ترین شه. در حالت نزولی اگه باشه بالاترین شه. میخواین که هیچ خالیگاهی اینجا نمونه، پس این پایین ترین فیر ولی گپ است که باید تکمیل شود. ببینیم مارکت چی میکنه. در اینجا برگشت میکنه. درست است. باز یک کنسولتیشن خارج شده روان است. در کل بدل از اینکه فعلا فقط اصلاح قیمت ترید میکنیم و حالات دیگه یا هیچ چیزی در نظر نمیگیریم، این رقم علائم را مثلا فعلا دقیقش نیستیم. ولی وقتی که در آینده میشه، درست است، ما حالت های مارکت میبینیم، روند های تایم فریم بزرگ میبینیم، نظر به او باز میفهمیم که کدام از زیر ترید بکنیم، نزولیش سودیشه. فعلا نظر به مثال هر کدامش پیش آمد خوش آمد است. فعلا ای ترید است، ریوارد 22 داده میتونه. بریم ببینیم مارکت کدام طرف میره. یک حرکت خیلی قوی. حالا به حد کافی مارکت دور شده از این تریم و ترید باید سیف سود باشه. درست است. ما میبینیم ساختار سودی شروع شده، صف بالاتر است، کف بالاتر، صف بالاتر، ترید سیف سود. منتظر ازی باشیم که مارکت به طرف بالا بره. و اینجا مارکت تیک پروفیت میزنه. درست است. در ریوارد 3. حالا اینجا حرکت سودی داریم که مارکت دوباره لیکویدیتی وید داره. ببینیم به این طرف برگشت میکنه. برگشتش شروع کرده. پس از اینجا تا این قسمت لیکویدیتی وید داریم بین این دو کندال. خالیگاه نقدینگی است و در واسط این خالیگاه نقدینگی به شکل واضح فیر ولی گپ داریم و فیر ولی گپ ما باید به شکل کامل پر شود. ببینیم پر میشه. بله، این قسمت مارکت فیر ولی گپ ما را پر میسازه به این کندال. بعد پر شدن این کندال مارکت چیکار میکنه؟ به طرف پایین F 79 کندل را بسته کرده و حالت از بین میره. در این حالت که باید سر میخورد، یک مثال که اینجا سر خورد، اینجا میبینیم مارکت به طرف پایین برگشت کرده. در این کندل فیر ولی گپ کاملا تکمیل شده. درست است. با لیکویدیتی وید اگه میزه مایک تان وقت کورد میشین کل بکنین همیشه. درست است. اینجا ده میتونیم کی کندل پایین F 79 بسته شده بعد از پر شدن خالیگاه. درست است. از او خاطر اینتری نمیگیرین. وقتی که مارکت کار بکنه اینتری نمیگیرین. که مارکت اینجا ای کار کرده اینتری نمیگیریم. فیر ولی گپ و لیکویدیتی وید که در اینجا بوده را توسط کندل تکمیل میسازه. پس ببینیم بعضی مارکت چیکار میکنه. اینجا لیکویدیتی وید نزولی داریم، میشه که دنبال از او باشیم. یک با طرفش بیایه. به طرف از لیکویدیتی وید هنوز حرکت نداریم. اینجا یک لیکویدیتی وید تایم فریم باشه، لیکویدیتی وید جدید داریم که مارکت ساخته و پروش میکنه توسط کندل. لیکویدیتی وید ضعیف است، خیلی خورده است. درست است. ولی موقعیت از باید در نظر بگیریم. بخاطر مثال از سقف تا کف این قسمت فیر ولی گپی که بود را میبینید توسط این کندل تکمیل شده پایین بساجده مارکت. در کندل که مارکت ایر پر میسازه اینجاست. کندل بعدی اینجاست. اینجا استاپ لاس باید باشه بالای سوینگ های. هدف ما اینی سوینگ لو. ریوارد 146 متر ریوارد کم است. درست است. ولی ساختار سودی از این لو شروع نشده. ساختار سودی از کدام لو شروع شده؟ از خیلی پایین است. و اینجا خالیگاه قبلی است که مارکت میتونه بیا و خالیگاه پر بکنه. این اینجا که در نظر بگیریم ریوارد 244 متر. درست است. مختاری لوی پیشروی ما ریوارد کمتر داره. احتمال زیاد اینجا مارکت میتونه برسانه خود را و اینجا ضعیف تر است نسبتاً. مختار ساختار سودی از اینجا شروع نشده. ببینیم مارکت چیکار میکنه اینجا. هنوز سل نشده. نال سل شد. هنوز هم سل نشده. حالا سل شد. دوباره کانسولیدیشن روی اینتری ماست. درست است. و خیلی در مواقع ضرر ما مارکت کنسولیدیت کرده. در این حالت چانس از زیر میپالین که مارکت یک کف را به طرف پایین بشکنانه و محض از یک چانس یافتین تریدتون سیف سود کنین. بخاطر مارکت وقتی کنسولیدیشن بکنم این تایم فریم بزرگ میاد به شکل واضح کنسولیدیشن داره مارکت. مثلا اگر نیم ساعت یک ساعت بکنم چندین کندل در یک جا است. از او خاطر قسم کنسولیدیشن میفهمین، تقویت میفهمین، مارکت میتونه به یک طرف گسترش بده. معلوم نیست سودی یا نزولی. احتمالش نظر به حرکت قبلی زیادتر میباشه. مثلا فعلا مازلای قیمت نزولی ترید گرفتیم ولی هنوزم به شکل واضح گفتن نمیتونیم که بعضی مارکت کام طرف سرش میاد. از اون خاطر ترید باید سیف سود شه و مزه از اینکه چانس یافتیم ترید سیف سود میکنیم. حالا با طور مثال کندل بعدی رو میبینیم چیکار میکنه. نظر به اون ترید سیف سود کرده میتونیم. حالا ترید سیف سود میکنیم. درست است. وقتی مارکت با این نیست لو کندل بسته کرد بلند محوطه ضرر مو زیاد موند. درست است. ولی اینی گسترش به طرف پایین نیست لو کندل بسته کرده. پس سریعا باید ترید سیف سود شه و بخاطر که خطر بیشتر و معامله ما ایجاد نشه. و اینجا ترید سیف سود میشه و بالاخره باز تیپی میشه. خیلی جنجالی ترید بوده.
و ببینیم بعضی چیکار میکنه مارکت. کانسولیشن ادامه پیدا میکنه، حرکت نامعلوم ادامه پیدا میکنه. یک فروش در قسمت بالاخره میگیریم توسط حرکت قوی نزولی که لیکویدیتی وید مونده بر ما و مارکت به طرفش اصلا برگشت نمیکنه، مستقیم سل میشه و این سل ادامه پیدا میکنه. حالا وارد سه شنبه میشه، درست از روز جدید. ببینیم این روز چی میکنه. خب این چک لیکوید وید نزولی بالاخره جور شد و ببینیم مارکت از سقف و کف تا کجا فیر ولی گپ داره. فیر ولی گپ داریم با لیکویدیتی وید همزمان ده اینجا سر میخوره، درست است. و بالای از این فیر ولی گپ دیگه هم داریم ده اینجا، درست است. پس حرکت سری ما درست است. درست است. مارکت لیکویدیتی وید گذاشته، خالیگاه نقدینگی وجود دارد، بر ما اینجا اشاره میشه و خالیگاه قیمت مناسب بالاتر اشاره میکنه که من اینجا هستم، درست است. پس در این حالت بالاتری نمیشه ترجیح میدیم، درست است، که مارکت به شکل کامل چیز را رها نکنه و بعد زود فروش. مثلا اینجا مارکت آمد خالیگاه رو پر کرد، بالای اف 79 بسته نشد، پایینش بسته شد، سل میگیریم. استاپ لاس ما بالای سوینگ های و تک پروفیت ما اینی لو می باشه. ریوارد 2.66 میته. کم پوینت نزی ریوارد 3 است که ببینید ریوارد 3 کجا میشه. اینجا ریوارد 3 است. پس این اینجا میتونیم یک قسمت از این متری داخل بس کنیم یا هم بانیم مکمل ریوارد 3 رو ببینیم چی میکنه مارکت. و اینجا مارکت تقریبا ریوارد 3 رو داده، تقریبا فیکس ریوارد 3 رو داده. و بعد از او یک کندل خیلی قوی داریم که احتمال زیاد نیوز است، درست است. روز 18 جون است. نمیفهم کدام خبر بود. ایونت فکر کنم داشت یا نداشت، نمیفهم. این رقم چیزا که اگه بوده باشه ایونت بوده. حرکت خیلی قوی داریم. دوباره ببینیم بعد چی میشه. ترید ما بعد رسیده بود دیگه. کنسولیشن خیلی قوی. وارد روز چهارشنبه میشیم و میبینیم که دوباره فروش ادامه پیدا میکنه. تا فعلا حرکت سریع نداریم. یک حرکت سریع که لیکویدی بود بونه، یکی اینجا بود که مارکت سریعا برش برگشت کرد. تقویت از کل اینجا یک لیکویدی بود داریم. اینجا یک لیکویدی بود نزولی ایجاد شد. اینجا لیکویدی بود جدید نزولی داریم. برگشت برش نداریم باشون، هر وقت برگشت کرد باز ببینیمش. لیکویدی بود جدید قرار است اینجا ایجاد شد. مستقیم سل شد مارکت. این روز جمعه بود. حرکت نسبتا خوب. لیکویدی بود کوچک است مگه. دوباره سل میشه مارکت. لیکویدی بود بزرگ فعلا داریم و حالا مارکت برگشت خیلی قوی داره. فرض مثال ما اینجا رو بینیم مارکت برش که برگشت کرده، کجا باید پر میشد به شکل اینجا ده میتونیم که مارکت اینجا یک فیر ولی گپ داشت، درست از با لیکویدی وید. فرض مثال ما منتظرش بودیم تا اینجا و ده این کندل مارکت پر کرد. این تری مورد می کندل گرفتیم. کندل بعدی آمد مارکت راکت دور طرف بالا رفت و استاپ لاس ما رو تچ کرد، درست است. به شکل یک ستاپ دیگه قسمت بود و حالا لیکوید وید سعودی جا شده روان است و مارکت به طرف بالا حرکت خیلی قوی را انجام داده میره. اینجا هم لیکوید وید داریم که اینجا هم هست.
مارکت اینجا برش برگشت داشت، ببینید چقدر برگشت کرده. برگشت کافی نیست. اینجا حرکت جدید است. اینجا به این لیکویدی وید برگشت داره، از کف و سقف ببینیم کجا میشه. خالیگار تقریبا پر کرده. تقریبا یا کامل نیفون. نه تقریبا کامل نشده. اینجا کامل میشه. اینجا انتری دیگه میتونین داشته، استاپ لاس پایین سوینگلو. هدف اینی سوینگ های ریوارد سه باید بته، ریوارد سه شوری سه میته. تقریبا استاپ اوت ما کرده بود، درست است. ولی مارکت دو طرف بالا رفت. از اینی خاطر همیشه وقتی که فرض مثال در روی چارت استاپتون باید باشه در 35 و 905، درست است. نیم پپ اگه پایین با نیم استاپ لاسه که اسپرد اوت ما نکنه بیخی کافی است، درست است. به طور مثال 90 اینجا میبینین فیکس اگه بانیم بعض خود مارکت این رقم فیکس میای خود را میرسونه. فرض مثال ما اینجا فیکس بانیم نظر به اینی لو، مارکت میتونه استاپ لاس بکنه. از او خاطر همیشه اسپرد را در یاد داشته باشین، مارکت اسپرد داره و این هم ترید بود که مارکت باز تیپی شد. اگه فرض مثال استاپ لاس تانه ایت فیکس بانین که اینجا استاپ اوت میشدین و دقیقاً بعد از استاپ اوت چون مارکت میرفت تیپی میزد باز جگر خونتان میکرد، درست است. و یه هم حرکت سودی است که مارکت فعلا انجام داده، حرکت نزولیش درست است. چندین دونه لیکویدی وید داریم. حالا برای امروز دیگه هم تمرین بس است. خب درس امروز ما خلاص است، تمرین ما نیز ختم است. سوال داشته باشین میتونین بپرسین، سوال نباشه در چت یک روان کنین. خب پس سوال هم ندارین، درس امروز خود خلاص میکنیم الا هفته بعد و درس بعدی تحلیل تکنیکال. الله حافظ و نگهدار همگیتان. وقتان خوشته پولی از زود تمریناتان انجام بتین، تمرینشون خیلی کم است. شاگردای تنبل نالایق نباشین، درست است. بس توقع هم نداشته باشین که جای برسین که تیر رقم سستیتون سه یک ذره خود شور بتین، یک ذره مردونگی نشون بتین، تمرین بکنین، زحمت بکشین که باز یک نتیجه بگیرین. وقت همگیتان خوش. الله حافظ و نگهدار همگیتان.